اجازه بدید صحبت کنم. سلام، من یکی از دانشجوی کرد این دانشگاه هستم. دانشگاهی که از یکی از استانهایی میاد که کرد زبان، استان کردستان و پرحرف و حدیث ترین استان کشور. میخوام در مورد همین استان صحبت بکنم در درجه اول، چون من به عنوان یک دانشجو مطالبات زیادی دارم، هم به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک جوان و همینطور به عنوان یک ایرانی مطالباتی از رئیس جمهور آینده هم خواهم داشت. مهمترین مطالباتی که احساس میکنم الان باید ازش صحبت بکنم به عنوان یک کرد هست. از استان کردستان، استانی که همیشه وقتی صحبتی از همه این استان‌ها به میون میاد به عنوان غیورترین مرزبانان و سلحشوران و در دلاورمردان کشور ایران ازش یاد میشه. اما وقتی که بریم داخلش رو ببینیم کدوم سلحشور و کدوم دلاور، این دلاوران در کجا دارن زندگی میکنن؟ توی محل، توی جایی که حتی دریغ از یک مجتمع صنعتی که براشون وجود داشته باشه در شعاع 100 کیلومتریش کوچکترین کارخانه و مجتمع تولیدی یافت نمیشه. از کدوم استان، کدوم وضعیت که بخوایم صحبت بکنم؟ استانی را داریم میگیم که دریغ از سالهای بعد از انقلاب یک رسم کثیفی شکل گرفت که دریغ از